ассалому алайкум шунавандагони арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби чорум гуфтори 116. عبدالله ابن طاهر پس از پخش نمودن چندین آشوب‌ها در سیستان و دیگر منطقه های خراسان به قایم مقام ابرقدرتی صاحب اختیار تبدیل یافته اداره ملک را مستقلانه به راه گذاشت. او به نام تحت وصایت خلیفه باشد هم برای عملاً دولتداری مستقل و حکومتداری ناوابسته از خلافت را پیش می برد. عبدالله ابن طاهر در خراسان پایدیواری دولتی مستقل را گذاشته نفوذ و اعتبارش در حضور خلیفه مأمون و معتصم تا جایی رسیده بود که او را با عنوان حاجب بزرگ خلیفه برادر و مولای او نام برده مرتبه اش را در خطبه های مسجد جامع بغداد ذکر می کردند. خاندان طاهریان به خصوص در دوره دولتداری عبدالله ابن طاهر نفوذ و اعتباری تمام یافته قلمرو خراسان و ماوراء النهر تحت یک امارت متحده گرد آمد و خروجهای خوارزم، فرغانه و سیستان سرکوب گردیدند. مرکز دولت طاهریان اصلا در نیشاپور قرار داشته قدرت سیاسی، اقتدار اقتصادی و وضع اجتماعیش تدریجاً می افزود. از میان چندی نگذشته خلیفه مأمون از جهان گذشت و به جای او برادرش معتصم 833-842 به مسند خلافت نشست. معتصم از زیاده‌روی و صاحب اختیاری عبدالله ابن طاهر به هراس افتاده به او چندین نامه گله آمیز فرستاد که اداره ملک خراسان را به موافقه با خلیفه بغداد پیش میبرد. ولی عبدالله ابن طاهر این گله گزاری و اعتراضهای خلیفه معتصم را به اینابت نگرفته در عین حال به همه حاکمان زیر دستش در خراسان و ماوراء النهر امر داد که همه کارهای مأموری و اداری ملک را از روی دستوری بیواسطه او پیش برده دیگر با دیوان خلیفه در بغداد موافقه نسازند. بنا به معلومات تاریخی طبری، عبدالله ابن طاهر به خاطر معین نمودن مناسبت خاندان سامانیان با خلیفه معتصم به نوح ابن اسد نامه فرستاده در خصوص روش سیاست پیش گرفته‌اش با دربار خلیفه مصلحت پرسید. نوح ابن اسد پاسخ فرستاد که از این امر جای هراسیدن نیست و در صورت لشکرکشی خلیفه به سوی خراسان دسته های لشکری سامانیان با امداد عبدالله ابن طاهر می رسند. خلیفه وقت مأمون از خطر سیاست پیش گرفته عبدالله ابن طاهر و حرکت‌های استقلال خواهی و مرکز گریزی او هراسیده برای استوار نمودن موقع خود نماینده خاندان کاووسیان استروشن حیدر افشین را به صف مقربانش جای می دهد. برای روشن شدن سیاست ریاکارانه خلیفه های عباسی، مأمون و معتصم، همچنین کشادن جنبه های اختلاف میان طاهر ابن حسین و حیدر افشین، ذکر معلومات مختصر را
درباره عصیان بابک ضرور می شماریم. عصیان بابک. بابک خرمدین موافق معلومات مورخان تقریباً سال 798 در خرمنام دهه مضافات اردبیل تولد شده است. پدرش اصلاً از مردم ایرانی تبار مدائین بوده، دیرتر به شهر اردبیل آذربایجان آمده بود. شاید پدری بابک را برای پیروی از مذهب خرمیه یا سبب دیگر به قتل می رسانند که پسری او بی پرستار مانده مدتی در شهر تبریز روغن فروشی می کند. در این میان بابک با پیشوای طریقت خرمدینان جاویدان ابن سهل شناسایی پیدا کرده به دسته سپاهیان او وارد می شود. جاویدان ابن سهل بابک را زیر تربیت و سرپرستی خود گرفته، نازکی های پیشه لشکرکشی و میدانداری را برایش می آموزاند و دیرتر او را سپهسالار لشکری خود تعیین می نماید. از قضای تقدیر جاویدان ابن سهل در یکی از محاربه های آشوبگران بر ضد لشکری مأمون کشته می شود و بابک با زن او خاندار شده پیشوایی طریقت خرمدینان را به عهده می گیرد. بابک تدریجاً در میان کاسبان و اهل هنر، دهقانان فقیر و بی زمین و غلامان و بی نوایان پیروان زیادی پیدا کرده، با نشان پیروی از ابو مسلم خراسانی پرچمی سرخ می افرازد و این رنگ را رمز عصیان خیش قرار می دهد. از این خاطر آنها را در تاریخ با نام محمریه یا سرخ علمان نیز ذکر می کنند. پیروان بابک سالهای 816 817 اول در آذربایجان و ارمنستان و سپس در شهرهای همدان و اصفهان و کاشان و خوجستان افزوده و مقابل خلفای عباسی و حاکمان و اشرافان محلی مبارزه آشکارا را پیش می گیرند. مطابق معلومات محمد شهرستانی، خرمدینان بعد مرگ مزدک با سرداری زن او خرمه بنت فاده به مقابل کوبات و دیگر شاهان ساسانیان خروج برداشته در سمت آذربایجان پناه میبرند. دیرتر خرمدینان عهد اسلام تعلیمات مزدکیه ابتدایی را در زمینه تعلیمات اسلام انکشاف داده با آن عقیده های اجتماعی پیروان ابو مسلمیه را می افزایند. فرقه های عهد قدیم و جدید خرمیه از جهت غایوی و هدف اجتماعی ماهیت قریب یک خیله داشته. آنها برابری و برادری مسلمانان، عمومیت مال و اموال، حق کل امتان اسلام بودن نعمت‌های طبیعی و دسترسی عموم را به ثروت و دیگر نعمت‌های روزگار تلقین می‌کردند. همین طریق در منطقه ایران غربی و آذربایجان سالهای 816-837 عصیان کلان با سروری بابک بالا می‌گیرد که آنها برای از استبداد عرب‌ها آزاد کردن سرزمین اجدادیشان مبارزه می بردند. مرکز مبارزه بابکیان در قلعه بدز یکی از استحکام‌های بلندکوه ارمنیه واقع بود که به قبل صف فداییان و عصیانگران آن به ده‌ها هزار می رسید. دسته‌های آشوبگری بابک در 3 نبرد شدید سالهای 820 823 و 827 به قوشن‌های افزون خلیفه مأمون ضربه‌های هلاکت‌آور زده عملاً آذربایجان و قسم ارمنستان را
در اختیار داشتند. خلیفه معتصم 833-842 بعد بستن صلحنامه با ویزانتیه و پخش آشوب‌های مصر سال 835 حیدر افشین را با لشکری زیاد به مقابل بابک فرستاد. قشون‌های سرشمار خلیفه تحت سروری حیدر افشین به سوی آذربایجان حرکت نموده در اردبیل جای گرفت. از روی نگارش طبری افشین سرهنگی بود از بزرگان خراسان و به اصل از ماوراء النهر بود. پس معتصم او را سپاه داد و امیری ارمنیه و آذربایجان همه بدو داد و آن کوهها و هرچی بیبایست از خواسته و روزی سپاه و سلاح و آلت همه بدو داد. حیدر افشین به سوی کوههای ارمنیه حرکت کرده 7 ماه باششگاه بابک را به محاصره گرفت و عاقبت پایان سال 835 به آشوبگران ضربه سخت زد. بعد گفتگوزارهای طولانی و نبردهای پی در پی عاقبت ماه اوگوست سال 837 آشوبگران را پره شکست داده پیشوایان آن را دستگیر و قتل نمود و بابک را به حضور خلیفه فرستاد. خلیفه معتصم بابک را با شکنجه و اذیت مدهش در شهر سامرا قتل نموده تن او را آویخت و سرش را بر چوب استوار کرده در شهرهای عراق و خراسان می گردانیدند تا که مردم عصیان پیشه را ترسانیده مسلمانان را در اطاعت خلافت نگاه دارند. بعد پخش گردیدن شورش و نابود شدن بابک، فعالیت پیروان او در منطقه های آذربایجان و شهرهای ری و اصفهان مدت به طور پنهانی ادامه می یابد. در این راستا پس از سرکوب نمودن عصیان بابک، حیدر افشین سرلشکری بغداد و یکی از مشاوران نزدیک خلیفه معتصم گردیده در مسئله های حل و فصل مشکلات خراسان او را راهنمایی می کرد. خلیفه معتصم خوب می دانست که حیدر افشین برای چندین تاخت و تازهایشان در استرابشان با خاندان طاهریان خصومت نهانی می ورزد. از این خاطر خلیفه حیدر افشین را لشکر و صلاحیت داده در روزی مباد او را به مقابل عبدالله ابن طاهر آماده می ساخت. در این میان نفوذ و اعتبار و قدرت حیدر افشین در بغداد افزوده آرزوی قایم مقام خراسان شدن در ضمیرش بالا می گیرد. زمینه واقعی پدید آمدن این خواهش و آرمانی رسیدن به مسند والیگی آن بود که در عهد معتصم مناسبت والی تبریستان مازیاری پسر قارین با عبدالله ابن طاهر تیز و تند شده به خلیفه وقت امکان می دهد که ضدیت و نزاع‌های 3 پیشوای توانای خراسانی را به منفعت خود خیلی استاکارانه استفاده نماید. موافق معلومات تاریخ طبری گویند سبب آن بود که مازیار پسر قارین با خاندان طاهر رقابت داشت و خراج به نزد ایشان نمی فرستاد. معتصم بدو می نوشت و دستور می داد خراج را به نزد عبدالله ابن طاهر فرستد، اما می گفت نزد او نمی فرستم بلکه نزد امیری مؤمنان می فرستم. و چنان بود که وقتی مازیار خراج را سوی معتصم می فرستاد و مال به همدان می رسید، معتصم یکی را از جانب خویش دستور می داد که آن را بگیرد و به یار عبدالله ابن طاهر تسلیم کند که به خراسان باز فرستد. در همه سالها کار چنین بود
و مازیار با خاندان طاهیر همچشمی کرد تا کارشان به سختی کشید. آشوب مازیار. ناگفته نماند که بعد سرکوب شدن عصیان بابک و آشوب خارجیان، مناسبت عبدالله ابن طاهر با والی طبرستان مازیار ابن قارین در مسئله دخل و خرج انداز ولایت تیز و تند شده بود. مازیار قارین که از نسب اسپهبدان طبرستان بود و ولایتش در قلمرو خراسان جای داشت، به خلیفه معتصم چندین بار مراجعت کرده خواهش نمود که خراج طبرستان را نه به قایم مقام خراسان بلکه بی واسطه به مرکز خلافت بپردازد. خلیفه معتصم در سال نخست وکیل خراج خود را به طبرستان فرستاد تا که مالیات مقرری را بستاند و برده به خزینه عبدالله ابن طاهر سپارد. موافق معلومات تاریخ نگاران، خراج سالانه ولایت خراسان که ماوراء النهر، خوارزم، سیستان، کرمان، طبرستان، خلص 12 ولایت را فرا می گرفت، تقریباً 45-48 میلیون درم را تشکیل می داد. عبدالله ابن طاهر نظام زراعتکاری، آبیاری و اندازستانی را به یک ترتیبی معین درآورده با امر او اهل علما، عاملان صاحب تجربه خراج و بخش کشاورزی دستوری را با نام کتاب القنات تهیه نمودند که در تاریخ با نام قنات طاهری مشهور است. مطابق این دستور از اهالی خراسان در یک سال وابسته به موسم 3 مراتبه، یعنی در هر 4 ماه یک بار قسم قسم انداز ستانیده می شد. عبدالله ابن طاهر رشوه ستانی و زیاده روی را در امور اندازغنداری سرکوب نموده، توسط جاسوسانش در همه ولایت‌های خراسان معلومات گرد می آورد و حاکمان بیدادگر را به جزای مدهش گرفتار می ساخت. او در امور اندازستانی اساساً به نامه پدرش طاهر ابن حسین تکیه می کرد که برابری دیگر بخش‌های کشورداری آید به گردآوری و استفاده خزینه دولت و ستانیدن انداز دستوری مفید داده بود. شاید از همین خاطر در زمینه اختلافات اندازستانی مناسبت عبدالله ابن طاهر و مازیار قارین طرف تیز و تند شده، خطری به سوی همدیگر لشکر کشیدن آنها بالا می گرفت. عبدالله ابن طاهر که در سر اندیشه تأسیس دادن یک دولت پهناوری متمرکز را داشت، نمی توانست که این عملهای خودسرانه و زیاده روی مازیار را تحمل کند. در دربار خلیفه معتصم از بابت ضدیت این دو قایم مقام خراسانی گفت و گذار افزوده، اختلاف و ضدیت‌های آشکارا به مراد دل خلیفه مساعدت می کرد. در این فرصت مناسب برای خلیفه امکان دست داده بود که عبدالله ابن طاهری مغرور و گردنکش را با دست همنسبانش سرکوب نماید. در این میان به صحنه مخالفت این دو تن حیدر افشین وارد گردید که شاید امید می‌بست بعد برکنار شدن عبدالله ابن طاهر از او نامزد ارزنده تری برای والیگی خراسان در دربار خلیفه پیدا نمی شود. به نگارش تاریخی تبری محض هوا و هوسی رسیدن به امارت خراسان حیدر افشین را وادار می سازد که با مازیار قارین رابطه نهانی بسته او را به سرکشی و آشوب ضد عبدالله ابن طاهر هدایت نماید.
وقتی افشین بر بابک ظفر یافت و به نزد معتصم منزلتی یافت که هیچ کس بر او مقدم نبود، در ولایتداری خراسان طمع آورد و چون از رقابت مازیار با خاندان طاهر خبر یافت، امیدوار شد که این سبب عزل عبدالله ابن طاهر شود. پس افشین نهانی نامه ها سوی مازیار می فرستاد و او را به دهقان معابی استمالت می کرد و می گفت که با وی بسر مودت است و او را وعده ولایتداری خراسان داده اند و این محرک مازیار شد که از فرستادن خراج برای عبدالله ابن طاهر خودداری کند. عبدالله ابن طاهر درباره مازیار نامه‌های مقرر سوی معتصم فرستاد، چندان که معتصم را از او بددل کرد و نسبت به وی خشمگین کرد. معتصم به عبدالله ابن طاهر نوشت و دستور می‌داد که با مازیار نبرد کند. افشین نیز به مازیار نوشت و دستور می‌داد که با عبدالله ابن طاهر نبرد کند و بدو خبر می‌داد که به نزد معتصم درباره وی چنان که دلخواه اوست عمل می‌کند. و مازیار به هر طرف لشکرها می‌فرستاد و گروگانان می‌گرفت و محلت‌ها به دست می‌آورد و هر روز در ترقی بود. شهر آمول را ویران کرد، رو به سوی گرگان آورد. مردم گرگان هراسان شدند و بر اموال و بر شهر خیش بیمناک شدند. کسانی از آنها سوی نشاپور گریختند. خبر به عبدالله ابن طاهر و نیز به معتصم رسید. عبدالله ابن طاهر عموی خیش حسن ابن حسین را سوی مازیار فرستاد و سپاه بزرگ بدو پیوست که گرگان را حفاظت کند. مازیار از پشتیبانی حیدر افشین روح بلند شده سال 839 به آشوب آمادگی دید. او به عامل خراجش فرمود که در مدت 2 ماه خراج یک ساله تبرستان را مجبوراً گویا با سپارش عبدالله ابن طاهر غن دارد. او به خاطر بدنام کردن عبدالله ابن طاهر کسانی را که از سپردن انداز سرکشی می کردند گرفتاری جزا نموده، بدقصدانه ناراضگی را در تمام قلمرو ولایت می انگیخت. کار تا جایی رسید که قریب 20,000 یاغیان قدرت پرداختن انداز نداشته را محبوس نموده علنگه آشوب را برخیزاند و با دست امداد آشوبگران مأموران و حاکمان دست نشان عبدالله ابن طاهر را برکنار ساخت. سپس به سرلشکرش ابو صالح سرهستان امر داد که سرحد تبرستان را در مضافات جرجان استوار نماید و به جنگ عبدالله ابن طاهر آماده گردد. سرهستان از مضافات تامیس تا بحر کاسپی در فاصله 300 فرسنگ خندق مدافعی کنده آماده نبرد گشت. عبدالله ابن طاهر با فوج بغدادی و لشکر امدادی خلیفه به سرحد جرجان آمده سال 839 به محاربه پرداخت. بر اثر محاربه تیز و تند سرهستان و چندین سرلشکران آشوبگر کشته شدند و دیرتر در نبردهای مضافات جبل برادر مازیار نیز نابود گشت و خودش اسیر افتاد. در میان غنیمت‌های مازیار قارین نامه‌های حیدر افشین به دست افتاد که او را به مقابل عبدالله ابن طاهر و خلیفه معتصم تحریک می‌کرد. عبدالله ابن طاهر فرصت را مناسب یافته مازیاری اسیر افتاده و نامه‌های او را به حضور خلیفه معتصم فرستاد تا که دلیل‌های موجوده را تحقیق کرده گناهکاران را مطابق عملشان جزا دهد. خلیفه معتصم
تحقیق این قضیه را به ذمه وزیرش محمد ابن عبدالملک واگذاشته امر داد که نیک و بد عمل حیدر افشین را بکشاید. موافق معلومات تاریخ طبری، محمد ابن عبدالملک حیدر افشین را به بدعت و پرستش آیین سابقه زردشتی عیبدار کرده نخست 2 نفری را به حضورش می آورد که تخت پشتشان از اثری تازیانه گوشت پرتافته بود. محمد ابن عبدالملک از حیدر افشین پرسید که او آیا این 2 تن را می شناسد؟ افشین در پاسخ گفت آری، این از آن گوی است و آن پیشوای نماز که در اشوروسنه مسجدی بنیاد کردند و من به هر کدامشان 1000 تازیانه زدم، زیرا میان من و شاهانی سوخت پیمان و شرطنامه هست که هر قوم را به دین خودشان و رسومشان واگذارم. اینان به خانه‌ای که بتان قوم یعنی مردم در آن بود تاختند و بتان را بیرون ریختند و آن را مسجد کردند و من به سبب این به هر کدامشان 1000 تازیانه زدم که تعدی کرده بودند و آن قوم را از معبدشان ممنوع داشته بودند. در عین حال هنگام تحقیق حیدر افشین را به آن گناهکار نمودند که او در قصرش کتاب قدیمه زردشتیان را نگاه می دارد که منسوب مجوسان است. به قول طبری از او پرسیدند آن کتاب چیست که به نزد تو هست و آن را با طلا و گوهر و ابریشم آراسته‌ای که در آن کفر خداست؟ گفت این کتابی است که از پدرم به ارث برده ام و در آن چیزی از نوشته های عجم هست و کفری که یاد کردی. من از نوشته بهره می گرفتم و جز آن را رها می کردم. کتاب را آراسته یافتم و حاجتم وادار نکرد که زیور از آن برگیرم و آن را چنان که بود واگذاشتم، چون کتابی کلیله و دیمنه و کتابی مزدک که در منزل تو هست. گمان نداشتم که این از اسلام بیرون میبرد. همین طریق تحقیق افشین در زندان بغداد مدت ادامه یافت و خلیفه معتصم به طور پنهانی به عبدالله ابن طاهر نامه فرستاد که پسری حیدر افشین حسن حاکم استرافشان را با حیله برکنار سازد تا از خطر آشوب و خونخواهی او ایمن مانند. عبدالله ابن طاهر می دانست که حسن افشین به درگاه او نمی آید. از این خاطر نامه به نوح ابن اسد فرستاده او را آگاه نمود که منشور وارگی ماوراء النهر را به حسن افشین فرستد تا او آمده تخت نوح ابن اسد را صاحب شود. ولی هنگام رسیدن حسن او را در غفلت گذاشته در حال دستگیر نماید و برکنار سازد. واقعاً نوح ابن اسد منشوری والگی ماوراء النهر و نامه برکنار شدن خود را از این منصب سوی استرافشان به حضور حسن می فرستد. حسن افشین از این مکر غافل مانده با 100 تن از مقربانش برای گرفتن مسندی وارگی ماوراء النهر آمد و گرفتاری اسارت گشت. به قول طبری حسن ابن افشین با اندکی یار و سلاح روان شد تا به نزد نوح ابن اسد رسید که گمان داشت ولایتداری آن ناحیه است. نوح ابن اسد او را بگرفت و به بند کرد و به نزد عبدالله ابن طاهر فرستاد. عبدالله نیز او را به نزد معتصم فرستاد. همین طریق عبدالله ابن طاهر از صحنه سیاست رقیبان توانایش مازیار قارین و حیدر افشین و پسرش را برکنار ساخته اقتدار دولتداری و مرتبه و نفوذش را در خراسان و ماوراء النهر دوچند افزود و سیاست دولتداری مستقلانه را
ادامه بخشید. در عین حال نفوذ خاندان سامانیان نیز در منطقه ماوراءالنهر افزوده، اختیار ولایت سمرقند و سوخت به دست آنها گذشت. در دوره حکومتداری عبدالله ابن طاهر، پسر اسد سامانی نصر ابن اسد، حاکمی صاحب اختیاری سمرقند شده، ولایت‌های چاچ، کاشان، اسفجاب و استروشن را به قلمرو خود متحد نمود. این دو خاندان، سلاله طاهریان و سامانیان، قبیله‌های کوچمنچی آغوز و قرلوق را سرکوب نموده، حدود قلمرو ماوراءالنهر را به سمت ترکستان شرقی وسعت می بخشیدند و قدرت دولتداری خود را می افزودند. نهایت عبدالله ابن طاهر مطابق معلومات تاریخ طبری بعد 17 سال حکومتداری خراسان آخر زمستان سال 844 از جهان رحلت نمود که مرد قوی اراده و سیاستمدار و عدالت پیشه و سخاوتمند بود و عمرش به قول 47 سال بود. عدل و سخاوت بی نهایت داشت و به غایت ادیب و فاضل بود. اشعاری عربی خوب داشت. اوج قدرت و عظمت دولتداری طاهریان به عهد حکومتداری عبدالله ابن طاهر راست آمده، خراسان عملاً به استقلالیت رسید و نفوذ خلافت عباسی در قلمرو آنها رو به کاهش آورد. حتی میتوان گفت که زمام دولتداری قلمرو شرقی خلافت از قبضه خلیفه های با تدبیر مأمون و معتصم رهیده، نام آنها ظاهراً در خطبه ها برابر نام عبدالله ابن طاهر یاد می شد. شنوندگان گرامی، شما گفتار 116 هم رو از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، تاجیکان در آینه تاریخ از اوریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقو، کارگردان شیرینی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.